سلام بچه ها، یه لحظه رد نکنین ریلزو. من یه جوونم خسته، همین الان از سر کار میام. از ساعت 6:30 صبح سر کار بودم. روزی 12-13 ساعت کار میکنم. ماهی 22-23 تومنم حقوق میگیرم، خدا رو شکر. نسبت به همسن سالای خودم، نسبت به دور و بریای خودم وضعم بد نیست، ولی خستم. خسته، خیلی خسته. انقدری که همین الان بمیرم خدا رو بیشتر شکر میکنم تا اینکه یه ساعت دیگر رو نفس بکشم. و این غمگینه، این حال و روز تموم جوانای ماه، حال و روز همه مردم ماه. چرا باید اینجوری باشه؟ چرا مملکتی که رو گنج خوابیده، رو ثروت خوابیده، مردمش باید اینجوری باشن؟ صبح تا شب مثل سگ بودیم ولی دستمون به هیچ جا بند نباشه. 1 سال ماشینم خرابه، پول نمیرسه که درستش کنم. 7 میلیون دارم مایی قسط وام ازدواج میدم، 4,500 دارم اجاره میدم، تقریبا 160 میلیونم بدهکارم. هنوز حقوق این برج نگرفتم، پیشا پیش تازه یه چیزی هم بیشتر از حقوقم خرج کردم. چرا باید اینجوری باشه؟ چرا واقعا دلار خدا تومن، طلا خدا تومن، حقوق کارگر بدبخت انقدر کم؟ و یه دو تا چهارتای ساده است دیگه آقای رئیس جمهور. واقعا جوونمون خستن، بریدن. من پدر یه بچه 2 سالم، از پس شیر خشک بچم بر نمیام. وسط ماه باید زنگ بزنم به 1000 نفر تا پول قرض کنم. چرا باید اینجوری باشه؟ به خدا هممون بریدیم، هممون خستیم. نه اعتراض کردم، نه اختشاش کردم، نه تو این جمعا بودم تا الان، ولی دیگه خسته شدم. لطفا دلی بود اینا دیگه. سابسکرایب کنید.